به نام نامی الله، عرض درود احترام خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند. خوش اومدید به کانال فوتبال اروپا. مهدی طارمی در فصل اخیر در تیم اینتر میلان عملکرد پرفراز و نشیب داشته است. در لیگ سری آ ایتالیا او بیشتر به عنوان بازیکن نیمکت نشین به میدان آمد و در مجموع 12 بازی حضور داشت، اما زمان بازی او محدود بود و تنها 244 دقیقه بازی کرد. در این رقابت‌ها طارمی موفق به ثبت 1 گل و 4 پاس گل شد. مهدی طارمی، مهاجم برجسته ایرانی، پس از 4 سال حضور موفق در تیم پورتو پرتغال در تابستان گذشته به تیم اینتر میلان ایتالیا پیوست. او در اینتر به عنوان مهاجم سوم فعالیت می‌کند و تاکنون در 35 بازی شرکت کرده، اما عملکرد او با ثبت تنها 3 گل و 5 پاس گل انتقاداتی را به همراه داشت. با این حال سرمربی اینتر سیمئونه اینزاگی از طارمی حمایت کرد و تاکید کرد که او همچنان بخشی از برنامه‌های تیم است. شایعاتی درباره احتمال جدایی طارمی از اینتر در تابستان آینده وجود دارد، اما هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده. در لیگ قهرمانان اروپا طارمی نقش برجسته‌تری ایفا کرد و در 6 بازی حضور داشت. او در مجموع 485 دقیقه بازی کرده و توانسته 1 گل و 4 پاس گل به نام خود ثبت کند. اینتر با کمک او به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد که یک دستاورد مهم برای تیم و طارمی محسوب می‌شود. مهدی طارمی در لیگ قهرمانان اروپا با تیم اینتر میلان عملکرد قابل توجهی داشته است. او به همراه اینتر به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد و به دومین بازیکن ایرانی تبدیل شد که به این مرحله از لیگ قهرمانان اروپا میرسد، پس از علی دایی اسطوره ایران که در فصل 1998 تا 1999 با بایر مونیخ به این موفقیت دست یافت. طارمی در برخی از بازی‌های اینتر در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشت و نقش خود را در موفقیت تیم ایفا کرد. اینتر در مرحله 1/4 نهایی با تساوی مقابل بایر مونیخ و با توجه به پیروزی در بازی رفت به نیمه نهایی راه یافت و حریف بعدی آنها تیم بارسلوناست در مرحله نیمه نهایی. از شما سپاسگزارم که همراه ما بودید. شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.